سفری صاحب محترم، به نظر شما کار درست است؟ تخفیف که هست همیشه بد نیست اگر بتانیم تخفیفات خود را با اطلاعات و اصول درستش انجام بدیم. اگر تخفیف بیشتر بدیم ما میتونیم فروش بیشتر بدیم؟ اصل موضوع در اینجا است که ما میخوایم امروز این موضوع را برای شما بیان بکنم. اگر ما فیصد بیشتر بدیم، تخفیف بیشتر بدیم، آیا ما فروش زیاد انجام میدیم یا هم نخیر ما کار خود را متضرر میسازیم؟ ببینین امروز تاثیرات تخفیف گذاری اشتباه بالای محصول و کاروبار ما در اول مفاد کم میسازه یا هم مفاد از بین میبره. وقتی که ما تخفیف خود اشتباه بگذاریم ما به کاروبار خود سودآوری نمی کنیم، دیگه اعتبار از دست میدهید. وقتی که تخفیف شما زیاد باشه یا بیش از حد باشه مشتری فکر میکنه که چرا این برای ما قدر تخفیف میده، جنسی چی نواقص داره، چی مشکل داره. دیگه وفاداری مشتری را از بین میبرین. شما مشتری شما وابسته به تخفیف شما هست. اگر شما تخفیف دادین بعضتان خرید میکنه، اگر تخفیف ندادین ازتان خرید نمیکنه. پس در اینجا مشتری به اساس کیفیت نی، به اساس تخفیف برای شما وابسته شد. و دیگه عادتهای مشتری به تخفیف زیاد است. زمانی که شما تخفیف زیاد میتین اگر پس دوباره او را بخواین که تخفیف کم بسازین نمیتونین، چون مشتری که است با تخفیف زیاد عادت کرده. اگر از دیگرها با تخفیف کم خرید بکنه میکنه، اما از شما پس دوباره تخفیف کم خریداری نمیکنه. چرا؟ چون عادت شده براش. کاهش اعتماد به نفس فروشنده. زمانی که شما تخفیف زیاد برای بالای یک جنستان میگذارین او هم بدون دلیل فروشنده خودش به استرس قرار میگیره، میگه والا این جنس ما چی مشکلی داشت که برای ما میگه که به مشتری به این حد و اندازه تخفیف بده. باید که ما مشتری را اگر فیس تخفیف میتیم تخفیف اندازه داشته باشه و دلیلی برای فروشنده خود داشته باشیم که به چی دلیل به این اندازه تخفیف داده میشه. محصولات به اهمیت میشه. ببینین زمانی که همه جنس به فروش میرسه این خود جنس به اساس مزایا، کیفیت، به اساس اصول تولید، معیار تولید تنظیم میشه. در زمانی که ما تنها زمانی که تخفیف از یاد بگین موارد دیگه که هست به شکل اتوماتیک از ذهن شما میره، چون میگن من این همه تخفیف دارم دیگه چی ضرور است که من مزایای پروداکت خدا بیان بکنم. پس در اون صورتش محصول شما به اهمیت میشه. و دیگه هم نگرانی در مورد کیفیت پروداکت. زمانی که شما زیاد تخفیف میتین خود مشتری چی میگه؟ این محصولی چقدر بری سود داشت که این بری ما به این اندازه تخفیف داد. آیا میتونستم تخفیف بیشتر از اینا بگیرم؟ آیا محصولی که خرید کردم ارزش پولی که براش دادم آیا به ما اندازه ارزش داشت یا خیر؟ یا هم کیفیتی خیلی پایین است، قیمتش خوب بالا بود اما پایین کرد، یعنی قیمت حقیقی خود نداده. پس در اون صورتش پروداکت اینا پروداکت با کیفیت و با معیار نیست. هر زمانی که ما تخفیف میتیم باید که به اندازه تخفیف بدیم که به جای تخفیف بدیم اولش اصول خود در نظر داشته باشیم، اطلاعات در مورد تخفیف داشته باشیم، بعد تخفیف بدیم. سلامت باشید، زنده باشید.